بینندگان عزیز، باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما. در دفتر سابقه پروانی صاحب رفتیم، اونجا نبودن. آمدیم در سرک میدان به نام قصر چی است اینجا؟ قصر مکرویان. یک هتل نو جور شده، البته هتل عروسی. فکر کنم پروانی صاحب جمشید جان پروانی همینجا کدام دفتر گرفته. دیگه بیادر مانده نباشی. جانک جور صد خوب نامه که چی است؟ نورالدین. تخلص چی است؟ همدرد. خدا به دردت کنه بیادر. خب دفتر پروانی صاحب کجا است؟ اینجا میایه نمیایه؟ ما سرگردان پشتازی میگردیم. بله فعلا دفتر تمیز است، بری کار است. کدام است؟ مگه این میگه دفتر. خب اینی شیشه خانه؟ فعلا بری کار است. هنوز فعال نشده دیگه. او خشک خالی است دیگه. خودش میایه یکان دفعه اینجا. حالا اونجا رفتیم نفرا و بیادر اینجا ناختیم، ما شیشتیم 2-3 ساعت تیر کردیم بریم در دفتر نو. دیگه خیما همینجا خود کمین میزنیم، از تلویزیون هستیم، شاید خودت مرا بشناسی. دیگه مقصد که آمد چیزی برش نمیگی. من پلان دارم، سر خدا کنه که سرش موفق شویم. دیگه یک همکاری تا میخواهیم. صحیح؟ اتنا که بیادر اونجا بگویش که این نفر تلویزیون آمده که با شکار ما بیادر خراب میشه. صحیح؟ با عزت باش، سلامت باشی دیگه. همو دفترش هست؟ همو یک را دارم؟ خب حتما دیگه زمین رو میرم. خب بخیر باشی دیگه. ما اینجا دوستان عزیز منتظر می باشیم و پلانه که سرش داریم انشاءالله ببینیم موفق میشیم نمیشیم. ما منتظر هستیم. در دفتر سابقه 2-3 ساعت وقت ما تیر شد، آخر گفتن اینجاست. اینجا ما آمدیم نیست، خب مقصد میگه که میایه. این که میایه یا نمیایه بعدا معلوم میشه. ما برش همینجا چی میگن کمین میزنیم. شما ما را بیننده باشین، صفحه ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت روان کنین. ما در خدمت شما هستیم. بخیر باشین. دوستا عزیز دیگه چیمانمون 4 بجه شد، 1 بجه آمدیم بیادر شام شد. آدم ما چه میایه نمیایه. توکل به خدا دیگه. چی کنم؟ خب صحیح برو دیگه ببینیم که میایه یا نمیایه. توکل به خدا. ما دیگه امروز بیخی یک سوژه کاملا جدید خدا کنه لط بخوره و بیاده یک آدم یک تهمت کو سرش که دلش از زندگی بد شود. خونه تا جایی که ما معلومات دارم جمشید جان پروانی یک بچه بسیار آرام 80% چهره مرام داره. یگان جا یگان نفرها مرا قایم میگیره میگه بیا امشب در محفل ما و بیادر بله هستم جمشید پروانی. یکی دیگه میگه والا کساتایی تا موتر دارم میشنم. تو به هر صورتش ما منتظر هستیم دیگه ببینیم چی میشه. سلام علیکم. لالا جون هستی؟ خیر خیر. ها؟ تو بیا رفت بیرو برای خیر خیرت. خیرتی؟ خیر خیرت. لالا شیر پدارم در پیت سبا میارم یک دو پوری بچه مرا. با دیگه جایی دیگه پا نیست دیگه برو بخیر. و شیر پیت بگه خیر هستم. اگر اشتباه کردی من میگم. من خمار هستم لالا مفتم اینم یارم. چرا میدانه کنیم؟ نه تیله نکن. ما برنامه میریم دیگه صاحب ما رو خراب نکن که ما رو ایجا دیگه از کل کارگار نمونی دیگه. یک پوری بته لالا خیر. ایست دیگه برو که ما بر روزر گفتیم بازاری گفتیم دیگه. یک پوری دیگه پای جنایز دیگه دفتر است نه؟ این چی هست اینجا؟ در خانه نیست اینجا قمارخانه است. دفتر موسیقی است لالا جان. یک پوری یک بته در پیت صبح. دفتر نبوده که تو اینجا اشتباه کرده باشی آمده باشی. نه افتتاح شده یا هتل نه افتتاح شده. در پیت صبح میارم لالا. نیست قمارخانه نیست سرخانه نیست برادر. چی هستی؟ ببریم تا یک نام بتیم تا یک جای آرامت کنیم ببریم تا که حمام پاک
پاک یک کنیم شفاخانه ببریم چی کنم شفاخانه تماس دیگه جوان است چی یاد بگیره جوانای ما شما نه تیره نکن الله که بزوالا نزدیم درست شده که نزدیم خراب نکن باز کدام خفاق نزنم نه لالا کن 3 نفر هستین والا 3 تا دندان بگیرم فامیلم لولو در پیت سوپ میکنم یک بودار فروشی نیست کارم موسیقیست موسیقیست آهنگ میخوانی کی از هنرمندتان؟ هنرمند ما جمشید پروانی خب دستکای نازنینه که خوانده بود جور تیار است من سابق بیادن خودم در پانتون بودم خیلی بالا حالا ماجورت میکنم بری در پانتون درس بخوانی در پانتون داده که شروع برای ما یک پاکستانی بیادن خودم برو ما طرف محفل روان هستیم بازار نکنیم باشه روز از خودت یک دو پوری گرفتم اشتباه کرد دسته یا هنرمنداس یا کدام خفاق بگم دیگه مسئله خفاق نیست لالا خفاق مرا خراب نکنه بودار فروشی دفتر موسیقیست لالا تو بگی چه بتا سعی کن لالا نه ما هنرمند هستم ما بودار فروش نیستم لالا برو بخیر باشه اگه کدام جایی میگی ببریم به تداوی تکنیم کدام جو بره برو دیگه رخصت نه بریم 20 دفعه ما از همینجا مواد گرفتیم بیادن کاری لالا رنی جان هستم بیادن سلام علیکم حالا تو گپا نمیفهمی حالا یک دفعه گفتم برو دیگه بیادر جور هستی؟ باز میزنم تا گپا نه وار نکنی که بیادر بیادر سعی کو گپ ما گوش گپا میفهمی نه میگم برو دیگه تو باز همیشه تا گرفتم باز جای پای نه کاش نکو بیادر دفتر هنرمندیز بر چه دیگه روز رو تام کنیم که باز میزنم نه خواهم من مواد کار دارم لالا تو کدام جاسوس نباشی داری نباشه شهیدای سویالی نه او بیادر نه گپا میفهمی گفتم برو دیگه وقت طالبان نیست که تو سلامت که بان میگیری لالا برو دیگه من تو آدم سپی فان کد از اونو لالا گپ میزنم سعی کو بیادر خیر یک پولیگه گوزد محفل میریم محفل داریم بر مردم جامعه یک دفعه کار دارم میرم کلی بچه‌ها میرم محفل هر کدام جای میگی تداوی تکنیم حالی چی نخم دفتر از نه کاوش داری نه چوکی داری دفتر نو افتاده کردیم دیگه ما چند دفتر داریم تو دا ایشو برابر شدی خداینم اینجا مرا گفتن مواد توضیح داره ما گفتم برو دفتر موسیقیست لالا هنرمنداز دفتر پودر فروشی نیست وامش که بره آجی بره بشینه بره بره ما ربان یک پای نتیجه کار داریم چیزا را جور میکنیم گپا میفهمی یا نه ره لالا دیگه سلامت پرکم تکر نکو فامیلی چی والا که ما جور می بودم باز کنه تبات میکنم میزنم تا برو دیگه میگم خب پولی رس پیسه تا بگی پولی تا بگی را بگی به خلاص پیشتون نیست میزنه می بیا میزنه؟ آره اونمو یک رقه برخوی هست برو پناهت به خدا تمام میره بچه ها خود پروگرام باید بگی $100 خوب که ما برم از زیر پل بخرم $100 در اونجا قیمت هست مواد اینی ده بگیم بیستی نمیشه تو برو جور که خودم $100 هم میتونم تو یه دیگه پا بس کن از این باز گپا نمیشه از ما تیر شد لالا بره بانه داشت که بره از این پنجره میتشیم مواد رو بیار دیگه نه یه جای خواهنه دیگه هنرمنداز بشه برو جان بخبر لالا دفتر موسیقی دفتر هنرمنداز کل هنرمنداز جای پودر مودر نیست برو یک جای توبه کوی کارا بخی بس کو عیف جوانیت نکده این دفتری هست که نه قمارخانه است نه اینجا پودر فروشی دفتر اشتباه کرده لالا اینجا موسیقی دفتر هنرمندی است
بخیجه خوام نکن که بعد از کلگی سایل داره نه خواه نمیشه مواد نمو بترس بیشت میرم پیسه تا نخ بگیر حالا پول پیسه کار داری ما برد میتم و تداوی تم میکنم در شفاخانه که کار داری تداوی رو چی کنم بیار تداوی تا میکنم که جور شوی تا که زنده استی ما در خدمت هستم در خانه مرا نمیمانن بیار اون روز عملت کردن جایی هست بخیر دیگر بخیر نه خب روشی آنه میپونی بخیر برو لگه بخیر چیزر نکن آنا اکو میره و دو کلمه گپ ما گوش کن خیر است صحیح کن بیار خیره بالش شما پیسه کار دارین ما مواد چرا تیره بیر میکنن حالا پولیس هم خونه به شما میتست الله جانی دفتر موسیقی است دفتر هنرمندی است محترم موسیقیست تو میگه پودر فروشی پیسه را آوردی و اینجا کدام ساختمانه نیست تو خب سعی کجا هنرمنداست دفتر هنرمنداست اینجا موسیقی دفتر باید نه تبلاز نه هرمونیا ما نه آمدیم خودت اینجا تشریف آوردیم بچه از کجا پیدا شدی پاکاری نکردیم تو خمیال زدگیستی نمیبینی نمیبینی اینجا مامانم ما بچه ها را درد دادم که جرا جور کنن دیگه کنن تو پیدا شدی آمدی تو چرا هنرمند هستی یک چهار تا عکس دهی شیشه نیست امروزی را آمدم که جور کنم عکس بند کنم این تو آمدی ما رو به کار نمیمانی بیادر کار کشیدی ما رو تو دست کار موندی اگه نه ما شاو محفل داریم همیال آمدیم میره بچه ها رو ما وظیفه دادیم که را جور کنه تو آمدی پودر بیار بیادر جدی خیلی پودر فروشی کردی جدی نه خب ما همینجا طرف خریدیم اینجا نیست دفتر این پالو تانگ تیل نیست کدام تانگ تیل؟ تانگ تیل شمشتو حالی های دیمزنگ است دیمزنگ سرک دارلمون هستی تو خیال ما خوشتبا کنیم بیار حالا خوشتبا کنیم شمشتو در پاکستان هست بیادر در پاکستان بود شمشتو خواسته ما گرد ورد از خیر است البته از مجا آمدی لالا زبان گوشتی سیران چقبق میگه اکسان نیستی جربان که ما اکسا جور کنیم دیگر رو جور کنیم این دفتر موسیقی سے نال ما اکسا رو بند میکنیم سو وظیفه میتیم جور سے تو آمدی پودر بیار در روز اول ما رو بیادر از اینجا گریزان ساخته در روز اول ما رو تو گریزان کردی از بیادر هیچوانی تا سایکی کاکاگی تا سایکو بیادر از این کار خشته کرده خدا خداوند خیر نتام چی یاد بگیره مثل ما و رزار جوان تبا و برباد هزار تا جوانم سلامت میکسه برو زور من دارید ما خدمت هستم اینجا دفتر موسیقی ما آمدیم که اینجا عکس‌ها رو بند کنیم میفهمی تو را ده دفعه میگم برو گپ نه خب ما مواد هستیم بیار نه خب تیلا نکن دیگران باز ما بسیار خواه نه وار ما رو نکنی بیاره ما خودم که برم تو چی کار هستی که سرم وار میکنی برو دیگه برو اینجا کلاگی جمع کردی که والا چیز زیر پول سوخته است میایم شیشای تا میده کنه تا پوست ده شفاخانه تداوی کنم میگه بارا پیشش نگرد جور شوی 1 میلیون در زیر پول افتیده دولت دقیقش نیست تو مرا تداوی میکنی از کل ما میکنم دیگه از کل دقیقه دولت شما را 2000 رو بگی برو در این که چاره میشه دلار ندادم 400 دلار شد نه؟ 30 دلار هم خودت داری؟ 430 دلار 430 دلار پیسه یک ده پوری برآمده در پول سوخته سر کل باد کو پوده از این؟ اینه 430 دلار دیگه نزن شهید ایسای بس شد دیگه حالا ما خوزار کردیم جوانیش نزن میگم نزن سایکو حالت تا سایکو مده میره که باز بفهمه که راستی میره نه بیادر من حالت نشستم کدمش میزنی خب ما رو تو هرچی تو روز والا که خمارم بشکنه که در پوش پوشت نزنم ما دفتر نام آمده میجا میره جور کنیم این دفتر موسیقی است دفتر چی هست؟ این دفتر موسیقی است بیادر این ناو جور کردیم اینا خودت میگی جا عکس نیست دیگه نیست ما این صبح آمدیم که جور کنیم اینا تو مورد نماندی جا آمدی بیادر بودر بتی مورد روز اول از کشیدی مواد ندارین؟ نه مواد نیست موسیقی است رنگ دو پوری برای ما پیدا کنن خیر دوست رفیق پوری اگه میبود خب برات میدادیم دیگه ما خود در فروش نیستیم موتر نداری لالا؟ موتر
برای لینی است. موتر دارم. ده موتر من بشون تو می پول سوخته ببر که والا خب ما ایسا ما وظیفه میدیم ببرید. دیده مزنگ است اون پول سوخته. زیاد فاصله داره. اون پول سوخته اونجا نزدیک است. بانش که بره. چارایی دار بخور پول سوخته است. اونو برای لگه باز کدام باش نظر مده. دیگه ما رو دیوانه که دیگه سعی کنیم ما محفل میریم 5 بجه شد. سیلا نکلو که والا دمی پوشت نویزن و فامیدی یا نه سیلا نکو دیگه چی رقم آدم هستی والا گیلات زفرقت میزنم نه والا سلام بیارر جورست برال ما خود خانمای دفتر گرفتیم از خاطر زمین که نام ما بچه ها نه او بیارر مواد تبوتی پیسه ما تو زور کردیم زاری کردیم نصیحتت کردیم تو کلان آدم او بیارر خب پیسه تبی کدام مشکل داره که ریلا کنیم ولی دیروز اول آمدیم ولی یا بیادر آمده چی مشکل داره مواد تبوتی بیارر پیسه تبیگی حالا من خود کرد اینجا پودر فروشی نیست و بیادر اینجا دفتر موسیقی سالمات را گفتم برو حالا که بخواه میکنی که ما زمینجا برایم زنده بیشی بریم دلت یخ ای چرا ایلومیتی کاربار جور است کاربار ما جور است اینجا پودر فروشی نیست و بیادر دیروز اول آمدیم ما را اینجا که ریزان کردی و بیادر چه رقم حالت شایده؟ اگر تو میشه که باز ما دفتر ایلا کنیم اگر پولیس میترسیم او بیادر تو چیشا نفر داری باز نازن دیگه نه و خدا دلت بد میکنم فهمیدی والمات نکنی دیگه مانده نباشه خوب زده لا کدی وقتت کار دارم بیاد تو پروانی صاحب مانده نباشی جان جور کجاستی او بچه کمره کجاستی بیا مت بیا مانده نباشی جان جور نمیروز اول از دکان بیادر گریزانت کردیم بیا تین جو بیادر ما ولا که دی ما از جا گوشه کرده بودیم از گیر تو خدایی از دفترها پیدای ما کردیم کی آدرس داده اونجا رفتیم گفتن بیادر کدام دفتر نو در سرک میدان گرفتن 2-3 ساعت اونجا شیشتیم نامدین از ساعت 1 بجه اینال 5 بجه میشه تو بکشم موبایل چند بجه است؟ 5 بجه 4:30 بجه حالا دیگر ما رو کفاندی بیجام روزگار ماندیم آره خیر باشه خوب پتکا گدی یک دو تا دم آخر هم زدی دوستای عزیز این نظر به تقاضای شما و پیام‌های شما که گفتین سر جمشید جان پروانی یک کمره مخفی ثبت کنین ات جای گیرش کردم دلش بود دکان الا به بیادر از اینجا بیخی دوی روز اول هنوز دفتر جور نکرده تو بکار شده دیگه میشه که برای دوستا پیام مهربانی کنین اینجا بیاین سلام علیکی کنین کسایی که در داخل و خارج میبینید تشکر نظری صاحب تشکر از خود که بسیار یک برنامه موفق داری سلامت باشی که ما را هم گیر کردی موفق چطور غافل گیرت ساختم دیدی نوش جانت دیگه خیر باشی مدام دفترام نمیبودم میفهمیدم خودت میایی دیدیم دیگه گیر ما کردی دیگه دیگه یک سلام تقدیم کو سلام خدمت کسایی که یک دون ما را تماشا دارن در اینجا هستن چون داخل کشور هستن خارج از کشور هستن بله سلام خدمتشان تقدیم میکنیم سلامت باشی بخیر باشی شما میشه که ما رو یک جای گیر کردید یک ما دوستان عزیز فقط سوجه ما توفه داره و می کسایی که مسافر هستن خواه دیگه هستن همین رو خودم هر دوست ما که چی میگن میگه فلانی را بگی کمره مخفی سرش باز میگه یک توفه مثل مفتون صاحب رو باید داشته باشه دیگه یک چیز جالبه که ما سر خوردیم یک روز یک جای برنامه داشتیم یک کاکا آمد جمشید جان جور استی بخیر استی که ما بغل کشی کرد میگه والا کستای دموتر از بیادر هر روز میشنم دیگه انشالله که ما پروانی صاحب یک 70-80% چهره میتیم دیگه خدا کنه که جور سلامت باشی بخیر باشی از این بات یگان سوجه را ما دروله کار میکنیم قرض ما میگیرم پیسهش پروانی صاحب بده اما تو میشه نه تشکر میکنیم از خودتان و دوستان عزیز شما یگان کامنت میکنین که در یگان نقش دیگه ظاهر شده دیگه نقش که ظاهر شد خود دوستا ما را مشناسن مجبور هستیم یک چهره را تغییر بدیم صدا را تغییر بدیم
یا را غافلگیر کنیم چون نه خود دیگه کلشان هم مسلکای ماست میشناسن نشناختیم اینه دیگه خود یک دو سه تا زدیم ما دیگه از دسته که در وطن ما و شما معتادین زیاد است اصلا ایشالا بود که میده که مرمی میزنم یک دو تا زد خوب شد که بیادر مویا و یای مفتی دیگه نه پایپ به جانم گرفته بود نظری صاحب خان آدم میترسد جنجال زیاد است ما والا میدم دفتر نوی دفتر تغییر داده بودم چند دفترها از دیگه هست این دفتر امی سرک میدان است دیگه دفترم کمی می باشم خب اونجا که نمایندگی ما در تایمنی است دیگه اینجا میجرم پیدا کرد دیگه نوش جان دیگه بخیر باش سلامت باشه نه دوستا عزیز باز هر چی شد دگیر ما آمد دیگه اینال میریم دستوری تازه میکنیم یک توفه اگر تقدیم ما کردن خوب و خوب اگر نکردن قرض باشه سرش سلامت باش بخیر باش ما برم یک دستوری تازه کنم دیگه انشالله باز میبینیم